چند وقت در آلمانی و وظیفه داخل آلمان چی است؟ من تقریبا 6 سال میشه آلمان هستم. فعال مدنی حقوق مردان با حجاب هستم و این زمان در یکی از خانه سالمندا به حیث پرستار کار میکنم. حقوق مردان با حجاب میشه کم بیشتر تشریح بدید؟ یکم بکنم تو نام شد بگید حقوق مردان با حجاب یعنی فعال مدنی. حقوق مردان با حجاب یعنی مردایی که در اروپا خصوصا در اروپا زیاد است، در افغانستان متاسفانه در کشورهای اسلامی اجازه ندارن، مردانی که میخوان حجاب کنن. یعنی من از اونا باعث پشتیبانی میکنم و از حق خوشم دفاع میکنم. شما مثلا مرد هستین چرا میخواین علاقه دارین که حجاب کنید؟ حجاب برای خانم‌ها است از زمان قدیم تا حالا. خیلی یک سوال خوب. ما مردا چرا حجاب میکنیم؟ مثلا در عقیده ما مردم افغانستان یک چیز است که به حساب حجاب یک چیز مقدس است. یک چیز مقدس است، یک چیز پاک است، یک چیزی است که به حساب از عزت و آبرو به حساب پشتیبانی میکنه و کسایی که نداشته باشه به عزت و به آبرو است. ما در یک عقیده هستم که مردا خصوصا مردای افغان در عزت و آبرو ضرورت دارن. از اون خاطر من بجای از اونا شرمیده حجاب میکنم که از به عزت و به آبرویی از اونا به حساب ما چیز نبینیم.